کسرا اینجا رو بذار توی ویدیو. محمد چی میگه مثلا؟ سلام خوبی؟ داداش یعنی چی محمد چی میگه؟ خب من جهانی گذاشتید اومدم. نه داشتیم با این بحث میکردیم پیام بازرگانی شده. ببخشید داداش عذرخواهی میکنم. فردا سر دفعه نگاه همین ادب که داره تمرین بعد دلنسی که رد بکنم بعد دلنسی که رد بکنم بعد دلنسی که رد بکنم داداش همین شهروندت هم عذرخواهی میکنم. ناموسن گوش کن صدای گیمو برده تا آخر تو خونه است میگه هیچی نگو. داداشم عشق منید بچه. من واقعیت اکانت خرید و فروش میکنم، نیاز ندارید شما. به خدا من خودم یه تبر و معتبر بین المللی نه داداش تبر چیه؟ من همین اکانت هم الان گذاشتم برای فروش. اتفاقا خیلی اگه خوبی هم هست. نمیدونم حالا ستامو دان داری یا نه. ساکورا دارم. خب حالا ساکورا دارم. تو بیلد کرده میشناسم. حالا ساکورا داری اینا رو ول بکن. چی میکنی؟ چطور معامله میکنی؟ معامله؟ آره. خب داداش اول بذار من قیمت و اینا رو باید بگم کنار بیاین واسه هم میریم دیگه. من آقا پول تو جیبم هست. خب مثلا بعد تو میگه واسه خب ببین داشت واسطه باید یه نفر باشه که جفتمون قبول داشته باشیم دیگه. آره جفتمون قبول داشته. آره جوری. بعد داداش اکانت مثلا قیمت پایین نیست که بخواد آدم یه پولیو بده تبر بخوره که مطمئن باش. خب حالا کجا هستی؟ داداش با جای من چی کار داری؟ من دارم برات اطلاعات اکانت میگم. تو اصلا حضوری میخوای بیای معامله کنی؟ جالب. آره. داداش من تهرانم. خب عالیه که. جدی تو هم تهرانی؟ کجا تهران؟ آره کجا تهران؟ شهرک غربم. عشق داداش. عشقی عالیه. بعد داداش حداقل تو میخوای اکو بگیری اطلاعاتش هم بذار بگم دیگه. تو الان میخوای بری یه چی بگیری از سوپرمارکت قیمت میپرسی. همین الان قیمت نپرسیدی میگی واسطه کی بری؟ خب نه اکانت یه چیزایی داره که اصلا اطلاعات نمیخواد. این همینجوری اوکی. داداش نگاه اکانت دیگه بذار برات بزنم. مثلا الیت 1 دارم، الیت 1 که زدم، الیت 3 دارم. خب بعد چه میدونم هیپ هاپ. خب بعد ارزم به حضورت کل شلوارای گیم. شلوار مثلا هری دارم، هری آبی، هری زرد، هری قرمز. نمیدونم داداش از اون ور برزیلیا هم همشو دارم. بعد کفش ارزم به حضورت کفش برزیلی این یارو هم دارم. گانا هم که داداش نگم برات دیگه. نگم برات 17 تا لولی کار جمعه. آره قیمتش هم ارزم به حضورت که میگم من الانشون پول نیازم وگرنه الان زیر 3000 تا بهت نمیدن یه همچین ایکیو. من 2000 تا بهت میدم. من چون یه خورده به پول حالا من نیازم سوادم کمه. به قیمت ایران بگو 2000 تا اینا نمیشه. داشت 2000 تا الان دلار. همین الان بذار بیارم برات بگم دلار چقدره الان. دلار 80 تومنه دیگه. 80,000 تومن و ضبط داره. 2000 تا میکنی چند میشه؟ میشه 160 میلیون. خدایی میارزه. خدایی میارزه. خدایی میارزه. داداش همین الان بخوای بری همچین ایکیو بگیری زیر 280 میل نمیدم بهت. اینو از من به تو نصیحت. شک نکن الان دارن با ماشینای خوش معامله. داداش همین یارو اگه پول ساکورا داره میاد میگه که داداش محافظه با دنای صفر خشک بدون روغن. آره عشق من. حالا کی بریم معامله شماره تو باید بهم بدی. بله
اوکی شماره هم بهت میدم، فقط قبلش چی بگم بهت داداش؟ نگو اسکام کردی، میخوام بخرم این ساعت. داداش 2000 تا اکانت ساخت. خیلی لاشی. عشق منی داداش، شوخی داشتم میکردم عزیز دل. بعد منم یکی از یوتیوبرهای فری فایرم، اگر بشناسی منو حسین نمیلم چیه. خلاصه که از ما ناراحت نشو رفیق، اگه خواستی اکانت 160 میلیونی بخری و یه خبر ریزم بخوری در خدمتم. مراقبت کنید فعلا. سیلوستر استانوله الان کجایی؟ رفتی کوتم